سلام بر شما بیننده گرامی که تماشاگر برنامه روی خطی دیگر از بخش فارسی صدای آمریکا هستید. آرش سیگارتی هستم و در دقایق پیش رو با شما عزیزان همراه خواهم بود در این برنامه که امشب و امروز اختصاص دارد به بحث طب مکمل در ایران و برخوردهای اخیر با آن. طب مکمل روشی درمانی است که قدمتی طولانی دارد و هرچند به عقیده برخی همواره با روش‌های پزشکی نوین در رقابت بود، اما نه تنها هنوز طرفدارانی دارد بلکه به عقیده دستاندرکاران این نوع طب در جاهایی که هنوز طب نوین توان درمانی خود را از دست می‌دهد، این نوع طب با روش‌هایی چون انرژی درمانی، هومئوپاتی و ماساژ می‌تواند امید درمان را به بیمار بازگرداند. با اینکه تاکنون این نوع طب با محدودیتی در سالهای گذشته مواجه نبود و حتی برخی از علمای مذهبی اون رو تایید می‌کردند، اما در 2 سال اخیر برخوردهایی با برخی از فعالان طب مکمل شکل گرفته. در چند ماه اخیر برخوردها شدت داشته، به طوری که همینک چهره‌هایی چون محمد علی طاهری که از دستاندرکاران گروه‌های فرادرمانگره در بازداشت به سر می‌برد. امشب در روی خط از شما بیننده عزیز میپرسیم چقدر با طب مکمل آشنا هستید و به نظر شما چرا حکومت ایران با فعالان طب مکمل برخورد میکنه؟ تلفن تماس برنامه روی خط تا چند لحظه دیگه خدمتتون اعلام میشه. اگر می‌خواهید روی خط باشید با شماره تلفن 202 692 4376 تماس بگیرید. روی خط @voanews.com و روی خط .blogspot.com دو راه دیگر تماس با برنامه ماست. اشاره کردم که در ماه‌های اخیر برخورد با فعالان طب مکمل برخی از این فعالان افزایش یافته و متناسب با این برخوردها برخی از خبرگزاری‌های دولتی و نیمه دولتی خبرهای علیه فعالیت این گروه‌های طب مکمل منتشر می‌کنند. به طور مشخص در چند هفته اخیر با برخورد با یکی از این فعالان آقای محمد علی طاهری خبرگزاری فارس خبرهای مختلفی در مورد فعالیت این مجموعه میزنه که نگاهی بهش خواهیم داشت. از جمله نوشتن که در یادداشت خبرگزاری فارس نوشته الهام‌های شیطانی را چگونه بشناسیم. این گروه رو به یک گروه شیطانی معرفی کرده و سوالاتی رو در 4 سلسله یادداشت از این گروه پرسیده. خبرگزاری فارس همچنین از بازداشت 4 نفر از سرحلقه‌های عرفان حلقه نام خبر داده و ناسازگاری گفته اعلام کرده که این نوع عرفان با حلقه این در حقیقت با قرآن ناسازگاره و همچنین در خبرهای دیگری که خبرگزاری فارس منتشر کرده اعلام کرده فرقه انحرافی عرفان کیهانی مدعی وحی و الهامات غیبی است که به هر حال این ادعای خبرگزاری فارس به نوعی علیه فعالیت برخی از گروه‌های مکمل خبررسانی میکنه. بعد از اشاره به این خبرگزاری‌های دولتی و نیمه دولتی به سراغ گزارش ابتدای برنامه بریم. در این گزارش تعریفی از طب مکمل رو ارائه کردیم و البته اشاره‌ای هم به برخوردهای قضایی اخیر با فعالان طب مکمل به خصوص فرادرمانگرها و اعضای عرفان کیهانی داشتن. این گزارش رو ببینید. با مهمان برنامه بحث رو آغاز می‌کنیم. بخش اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برخی از فعالان طب مکمل ایرانی و گروه‌های عرفانی را بازداشت کرده و همزمان برخی از نهادهای حکومت با مطرح کردن استفتاءهایی از مراجع ضمن گناهکار جلوه دادن این فعالان زمینه برخورد قضایی با آنها را در ایران فراهم کردند. نظرش این بوده که همه اینا را آماده بکنه برای یک جای به خصوص، برای یک وجود خاص و استثنایی و اون وجود خاص وجود
ما بوده، وجود انسان بوده. در روزهای اخیر محمد علی طاهری از جمله بنیانگذاران طب مکمل و مجموعه عرفان کیهانی برای بار دیگر بازداشت شد و همزمان برخی از فعالان مرتبط با او نیز بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند. طب مکمل یا جایگزین روشی درمانی خارج از روش‌های درمان علم پزشکی جدید است که در بسیاری از کشورها به نام Complementary and Alternative Medicine یا به طور اختصاری CAM شناخته می شود. این نوع درمان روش‌های مختلفی دارد. انرژی درمانی، درمان از طریق حرکت دادن اعضای بدن یا ماساژ، سیستم‌های پزشکی جایگزین مانند هومئوپاتی، درمان بیماری‌های جسمی از طریق ذهن با تأکید بر مدیتیشن، موسیقی یا دعا و درمان بیولوژیکی با مثلا داروهای گیاهی. آنچه اینک در ایران با برخورد امنیتی مواجه شده بیشتر به گروه‌های فرادرمانی ارتباط دارد. فرادرمانی شاخه‌ای از درمان‌های مکمل است و ماهیتی کاملا عرفانی دارد. به عقیده محمد علی طاهری این نوع درمان زیر مجموعه‌ای از عرفان کیهانی منطبق بر عرفان ایرانی است که در آن بیمار توسط فرادرمانگر به شبکه شعور کیهانی متصل شده و می‌تواند با درک و واکنش اعضای معیوب بدن روند درمانی را آغاز کند. پایه‌های ایمان مردم به خصوص نسل جوان را متزلزل کنند، از طرق مختلف، از اشاعه بیبندوباری و اباحیگری، از ترویج عرفانهای کاذب جنس بدلی عرفان حقیقی، از ترویج بهائیت، از ترویج شبکه کلیساهای خانگی. اینا کارهایی است که امروز دارد با مطالعه و تدبیر و پیشبینی دشمنان اسلام انجام میگیرد. در ماه‌های اخیر و به طور مشخص پس از سخنرانی آیت الله خامنه‌ای در سال گذشته برخورد با گروه‌های اعتقادی، عرفانی، مذهبی و درمانی شدت یافته است. با اینکه برخورد با گروه‌های مذهبی همچون بهائیان و یا فعالیت کلیساهای خانگی پیش از این سابقه داشته، اما برخورد با گروه‌های عرفانی و فعال در طب مکمل پیش از این سابقه‌ای نداشت. پیش از برخورد مستقیم با این گروه‌ها در برنامه‌های ویژه‌ای مانند پندار که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد، زمینه‌سازی لازم در افکار عمومی انجام شد و پس از آن برنامه‌های تلویزیونی برخورد، احضار و بازداشت‌ها شروع شد. چند روحانی مذهبی کمتر سرشناس در ماه‌های اخیر انتقاداتی را علیه مجموعه عرفان کیهانی و فرادرمانگرها مطرح کردند و حتی برخی از آنها بدون شرح فعالیت این گروه از برخی از مراجع شیعه استفتا کردند که اکثر این مراجع بدون توجه به جزئیات فعالیت فرادرمانگرها آنها را گروه‌های مرتد و منحرف مذهبی نامیدند. روحانیون منتقد فرادرمانگرها همکاری نزدیکی با نهادهای امنیتی دارند، به طوری که یکی از فعالان درمانگر به صدای آمریکا گفته است برخی از روحانیان کارشناس در برنامه‌های صدا و سیما به عنوان بازجو در زمان بازداشت اعضای این شبکه حضور داشتند. عمیق‌تری از زندگی رو داره، سطح زندگی دنیایی محدود میشه، در حالی که انسان سطوح عمیق‌تری از زندگی رو داره. از جمله اتهام‌هایی که برای دستاندرکاران عرفان کیهانی و گروه‌های درمانگر مطرح شده، فعالیت آنها در قالب شرکت‌های هرمی است، اتهامی که قویاً از سوی یکی از فرادرمانگران رد شده است. به هیچ وجه هیچ گونه فعالیتی شبیه به فعالیت‌های شرکت‌های هرمی در این مجموعه نیست و در واقع هیچ گونه سندی مبنی بر اینکه بتونن این قضیه رو اثبات کنن وجود نداره و این فقط یک اتهام دروغینه و هیچ وقتی در واقع به شرکت‌های هرمی و یا هیچ گونه فعالیت‌های ما هیچ گونه شباهتی حتی به فعالیت‌های شرکت‌های هرمی به هیچ عنوانی ندارن. تاکنون 100 نفر از اعضای مجموعه عرفان کیهانی و فرادرمانگرها بازداشت یا مورد بازجویی قرار گرفتند و محمد علی طاهری بنیانگذار عرفان کیهانی به تازگی بازداشت شده است. آرش سیگارچی، صدای آمریکا، واشنگتن دی سی.
مهمان برنامه امشب روی خط آقای مهدی آقازمانی هستند. ایشان فارغ التحصیل دکترای جامعه شناسی از دانشگاه تهرانند و پیش از این چند باری از تهران به صورت تلفنی مهمان برنامه روی خط بودند و اینک از شهر لس آنجلس در ایالت کالیفرنیا مهمان برنامه ما هستند. سلام بر شما جناب آقازمانی. من هم عرض ادب و احترام خدمت شما و هموطنان عزیزم دارم. خب جناب آقازمانی، گزارش ابتدای برنامه در مورد طب مکمل بود. میخوام از شما بپرسم طب مکمل سابقه طولانی داره، چرا برخورد و چه شده است که در ایران با فعالان این گونه طب برخورد میشه؟ باید به اطلاعتون برسونم که من احساس میکنم با روند طب مکمل در ایران برخورد نشده. الان اون چیزی که باش برخورد داره میشه با مجموعه عرفانی هست که اینها بر مبنای اون نسبت به فرادرمانگری اقدام میکنن و این عرفان به عنوان یک عنصر عمیق از نوع تفکر بشر یک خطر برای بخشی از حاکمیت محسوب شده و به همین دلیل باش برخورد میشه. خب مشخصا مجموعه‌ای که آقای طاهری تو گزارش ابتدای برنامه بهش اشاره کردیم درش فعالیت داشتن یک مجموعه بود به نام عرفان کیهانی. چرا با مجموعه‌های عرفانی برخورد میکنن؟ ببینید در مورد شخص جناب آقای طاهری دوست بزرگوار من عرض کنم که ایشون بسیار آدم متشرعی هستند. تا جایی که من اطلاع دارم ایشون به جد به دین مبین اسلام، حالا به گفتار خودشون عرض میکنم، به ائمه، به پیامبر، به قرآن احترام کامل میگذارن. تمام مبانی دین رو مورد رعایت و دقت قرار میدن و در کلاس ها و دوره هاشون هم این مبانی کاملا محترم شمرده شده. اما اینکه چرا توی یه همچین چهارچوبی قرار میگیرن که برای حاکمیت خطر ایجاد میکنن، این برمیگرده به قرائت انحصاری که بدنه فقه اسلامی از دین مبین داره و به همین دلیل نمیخواهد روندهای دیگری وارد مجموعه قرائتی او بشود که تفکر ایجاد کنه نسبت به اینکه آیا این قرائت صحیح هست یا درست. تو گزارش ابتدای برنامه نقل قولی از آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران رو آوردیم که ایشون در سخنرانی 2 سال پیششون در قم واژه‌ای گفتن که برای من زیاد شفاف نیست: عرفان‌های کاذب، جنس بدلی. منظور ایشون چیه؟ عرفان مگه کاذب و غیر کاذب داره؟ والا اینو بعد از خود ایشون پرسیدم، اما تا جایی که من میدونم اساساً عرفان ایرانی در مقابل فقهی قرار میگیره که در مقابل خدای قهار و جباری، خدای رحمان و رحیم رو هدایت میکنه. خدای فقهی خدایی است که در اون بندگان بایستی بپرستند و بکن نکن دارند، در حالی که خدای مهربان و رحیم خدایی است که با لطف و عشق و محبت بندگان خودش رو به سمت جلو هدایت و راهنمایی میکنه. این عنصر خدای مهربان گاهن برای کسانی که از قهاریت خدا برای خودشون محلی برای درآمد ایجاد کردن، برای کسب قدرت ایجاد کردن، میتواند خطرناک باشد. آیا مشابه چنین برخوردی شما که به نوعی تازه از ایران اومدید با گروه‌های دیگه هم بوده یا نه فقط الان با گروه مجموعه عرفان کیهانی یا گروه فرادرمانگرها این برخورد شده؟ نه طبیعتاً بوده. شما سلسله دراویش گنابادی رو در نظر بگیرید که در چه محجوریتی به سر میبرند و چقدر مورد تعرض و آزار قرار میگیرند. خانقاه هاشون تخریب میشه، اون گورستان تاریخی و مورد احترامشون مورد تعرض قرار میگیره، اون رهبر و قطبشون مورد تعرض و بی احترامی قرار میگیره. این اتفاق میافتد. یا در مورد دیگری، در مورد اون آقای میم ایلیا باز همینطور بود، در مورد جناب بزرگوار آقای طاهری همینطوره، در مورد بهایی ها، در مورد سایر اقلیت های مذهبی، در مورد همون کلیسای خانگی که در همون سخنرانی بهش اشاره مستقیم شده. شما میبینید هر اون چیزی که میخواهد قرائت جدیدی از پروردگار قابل پرستش ارائه کند که منطبق نیست با قرائتی که دوستان انحصار طلب دارن، اون باهاش مقابله و مخالفت شدید میشه. خب همین، حالا شما اشاره کردید که چون به نوعی حس رقابت وجود داره این کارو دارن میکنن. این حس رقابت چرا تو 2 سال اخیر به وجود اومده؟ به هر حال گروه‌های عرفانی سال‌هاست دارن فعالیت میکنن. من تو بیوگرافی این آقای طاهری میخوندم، ایشون حدود 30 سال گفتن سابقه داره. حتی تو گزارش بعدی که پخش میکنیم نشون خواهیم داد که صدا و سیما ایران بارها در مورد ایشون گزارش پخش کرده. چرا تا حالا برخورد نمیشه و الان تازه یادشون اومده که در 2 سال اخیر فشار بر این گروه‌ها زیاد شده؟ حقیقت امر اینه که آقای سیگارچی این برخوردها بوده، مثل امروز علنی و انقدر گسترده نبوده. از طرف دیگر هم اینقدر گروه‌هایی مثل
همین عرفانی کیهانی و گروه هایی که در واقع مبنای تفکر عرفانی رو ترویج میکنن در میان جامعه محبوبیت نداشتن، مربوط به گروه های خاصی از طبقه روشنفکر جامعه بوده. این رو به این دلیل عرض کردم که بگم از سمت دیگر اتفاقی که بعد از جنبش سبز افتاد این بود که جامعه ایران نشان داد یک جامعه بسیار آگاه، بسیار فهیم و پردرکه و در واقع قبول ندارد اون چیزی رو که بسیاری میگفتن جامعه ایران رو پذیرفته و این جزء روند فکری جامعه ایران. نه، ما در خیابان‌های تهران دیدیم، در خیابان‌های شهرهای مختلف ایران دیدیم که جوان‌ها چگونه آگاهی و دانش خودشون رو به رخ تمام دنیا کشیدن، فهم سیاسی خودشون، فهم اجتماعی خودشون رو. این باعث میشه که نگاهی رو که حاکمیت به این جامعه داشته باشه احساس کنه که کوتاهی کرده، احساس کنه که تفکرات دیگری آمده که طبق فرموده همون بزرگواران آمده و سعی کرده که این پذیرش مطلقه رو از جامعه بگیره. حالا به جامعه به خودش بگه چرا باید قبول کنم، چرا باید، و این چراها زمینه ای رو فراهم کرده که حاکمیت ازش بترسه، احساس کنه دیگه اون قابلیت و قدرت اداره نظام فکری جامعه رو نداره. آقا زمانی عزیز، حتما بحث رو با شما ادامه خواهیم داد، اما مطابق روال این برنامه اجازه بدید که دعوت کنم از بیننده‌هایی که روی خط هستن. عذرخواهی میکنم، فقط قبل از اینکه تلفن ها رو بگیرم یه خبری رو در سایت خبری الف دیدم 2 روز گذشته. همکاران ما تو بخش خبر در مورد عرفان کیهانی گزارشی داشتن که در مورد برخوردها فقط ماجرا رو شرح داده بودن. سایت الف نوشته که صدای آمریکا و در حقیقت VOA از این گروه حمایت کرده. نه، در حقیقت فقط ما به خاطر وظیفه اطلاع رسانی که داریم از برخورد با این گروه و آقای طاهری خبر دادیم. این برنامه هم در جهت حمایت از هیچ کس یا گروهی نیست، تنها می‌خوایم شما بینندگان و مهمان برنامه در موردش بحث کنیم که اولا چرا برخورد بوده و چه استدلالی دارن مقامات برای اینکه خواهش میکنم برای اینکه وقت به سایرین برسه خیلی کوتاه نظر خودتون رو بیان کنید. اول بریم به سراغ خانم زهرا از ایران. خانم زهرا، بفرمایید که آیا آشنایی با این گونه طب مکمل دارید و به نظر شما اگر دارید چرا با این گروه برخورد شده؟ لطفاً کوتاه بفرمایید. با عرض سلام خدمت شما. بله، این نوع از طب مکمل که همطور شما فرمودین فرادرمانی نام گرفته جزء دسته درمان ها از طریق ذهن هستش که با اتصال شعور جزء با شعور کل درمان از این طریق صورت میگیره و همونطور که میدونیم طب مکمل داره این دلیل که محاسن خیلی بیشماری داره، معمولا در درمان بیماری هایی که در پزشکی رایج با بنبست مواجه شدن بسیار سودمند هست و محاسن دیگر طب مکمل هستش که کلیه بیماری‌های جسمی، روانی و ذهنی رو مخصوصا در فرادرمانی ما میتونیم پوشش بدیم و هیچ گونه عوارض جانبی نداره. و خودتون از فعالان هستید، اونجوری که صحبت می‌فرمایید من احساس می‌کنم که آشنا هستید با این ماجرا. بله، من خودم به دنبال حالا بیماری ها که به وجود اومده بود با فرادرمانی آشنا شدم و از اون طریق بیماری خودم و خیلی از دوستانم رو تونستم درمان بکنم. خانم زهرا، علاقه‌مند شدم که خانم زهرا، من تو سایت‌های خبری دولتی یا نیمه دولتی می‌دیدم تأکید می‌دارن که حالا مجموعه فرادرمانگرها خیلی به اجنه و این چیزا اعتقاد دارن. آیا این اتهامو شما می‌پذیرید، شمایی که با این گروه‌ها همکاری کردید؟ اصلا اینطوری نیستش و این بخشی رو که ما دنبال میکنیم و تحقیق میکنیم وجه کاملا علمی داره و پزشکان بسیاری در این زمینه فرادرمانی الان در ایران در حال فعالیت هستن. کمیته های علمی بسیاری فعال هستن از جمله کمیته های علوم پایه. خانم مریم، ازتون خواهش میکنم اجازه بدید که وقت رو بریم چون حداقل 7-8 بیننده دیگه هم رو خط هستن. سپاسگزارم که آمدی روی خط. مریم از ایران هم روی خط هست. خانم مریم، خیلی کوتاه نظرتون رو بفرمایید که بتونیم به بیننده‌های دیگه هم فرصت بدیم. بله، با سلام و خسته نباشید خدمت شما و از اینکه وقت برنامه‌تون رو به برنامه بحث فرادرمانی دادید از شما تشکر می‌کنم. بنده هم مثل بقیه دوستانم از کسانی هستم که در این کلاس شرکت کردم و خوشبختانه نتایج سودمندی داشته برای همه ما و من خودم از کسانی بودم که بیماریایی داشتم که با آشنایی با فرادرمانی و این روش طب مکمل بهبود یافتم و برخلاف اکثر نشریات و رسانه‌ها در داخل ایران که اینجوری بحث رو در واقع باز نمودن که
قشر خوراکی جامعه ایرانی وارد این کلاس ها شدن. من میخوام به شما بگم که خوشبختانه قشر فرهیخته و با سواد جامعه ایرانی امروز در این کلاس ها شرکت داشتن و هم خدا را شکر استفاده کردن و همه واقعا طب مکمل جزء چیزهایی بوده که ماها بهترین استفاده ها رو ازش کردیم و خانم مریم ازتون تشکر میکنم که آمدید روی خط نظر دادید. بیننده هایی هم از خارج از ایران روی خط هستن. بریم سراغ گلزار از کانادا روی خط هست. سلام بر شما. خیلی کوتاه نظرتون رو بفرمایید و به من و بینندگان دیگر بفرمایید که چه نظری دارید در این مورد. گلزار از کانادا رو داریم اگر؟ الو. سلام بر شما. سلام بر شما. میشنویم نظرتون رو. بینندگان شما. الو. صدای شما رو میشنویم آقای گلزار. عرض کنم که نظر من در مورد فرادرمانی خواستیم. فرادرمانی و سایمنتولوژی جزء طبای مکمل و روانشناسی کلنگر مدت هاست مطرح شده و تدریس میشه و تجربیات. آقای گلزار ما تو برنامه بهش اشاره کردیم به تعاریف و اینا. من میخوام نظر شما رو بپرسم. به نظر شما چرا با این گونه فعالیت ها مقابله شده در ایران؟ ببینین مثل خیلی از باورایی که جدیدن میاد توی به اصطلاح دنیا وارد میشه همه باش به نحوی مقاومت میکنن. زمانی که به اصطلاح این علوم جدید اومد، حتی چرخ خیاطی اومد یا خیلی چیزای دیگه که اومد اینجا، همه باش مبارزه کردن، خیلی ها حتی کشته شدن، اعدام شدن و به عناوین مختلف. اینم یه طب جدیده، یک بینش جدیده، یه نگرش جدیده به انسان و جهان هستی. ممنونم گلزار عزیز که از کانادا آمدیم. وقتمون کمه. یوسف از هندوستان، ستاره از آلمان و محمد رضا هم از اروپا روی خط بودن. متاسفانه وقت نمیشه که با این عزیزان هم صحبت بکنیم. گزارش دیگری داریم در این بخش. ابتدای برنامه اشاره کردم که بخش اصلی برخوردها با فعالان طب مکمل متوجه برخورد با گروه‌هایی چون فرادرمانگرها و اعضای مجموعه‌هایی چون عرفان کیهانی بوده. در این گزارش نگاهی دقیق‌تر داریم به برخوردهای اخیر با این افراد. طب‌های مکمل به صورت حاشیه‌ای و جانبی اومدن تا کمک بکنن به طب رایج و بتونن درمانی رو تثبیت بکنن و به مورد اجرا بگذارن. نام این مرد محمد علی طاهری است که تا همین چندی پیش به عنوان چهره‌ای مبتکر و پیشرو در عرفان از سوی مجامع علمی و رسانه‌ها در ایران مورد توجه بود، اما اینک به اتهام ایجاد آنچه مقام‌های امنیتی ایران نهله‌های انحرافی می‌نامند در بازداشت به سر می‌برند. محمد علی طاهری از جمله فعالان طب مکمل است که پیش از این مجموعه عرفان کیهانی را تأسیس کرده و به واسطه توسعه روش‌های فرادرمانی موفق به کسب افتخاراتی شده است. دکتر محمد علی طاهری بنیانگذار روش‌های طب مکمل ایرانی، فرادرمانی و سایمنتولوژی هستند. در یک سال اخیر هم جوایز بین‌المللی زیادی از کشورهای مختلف از جمله بلژیک و روسیه، کره جنوبی و همچنین 3 دکترای افتخاری به بنیانگذار این طب مکمل اهدا شده. برخی از موفقیت‌های این فعال طب مکمل حتی از سوی رسانه‌های رسمی چون صدا و سیما در ایران مورد تایید قرار گرفته است. پزشکی سنتی ارمنستان به محمد علی طاهری بنیانگذار طب‌های مکمل ایرانی، فرادرمانی و سایمنتولوژی دکترای افتخاری اعطا کرد. کلاس‌های عرفان کیهانی طاهری با استقبال زیادی مواجه شد و او توانست عده‌ای را به عنوان فرادرمانگر آموزش دهد. او همچنین مستنداتی از روند درمان بیماران با روش طب مکمل خود را در مجله دانش پزشکی منتشر کرد که مدیر مسئول این نشریه شهاب الدین صدر، رئیس سازمان نظام پزشکی ایران و نماینده مجلس شورای اسلامی است. پایه‌های ایمان مردم به خصوص نسل جوان را متزلزل کنند، از طرق مختلف، از اشاعه بیبندوباری و اباحیگری، از ترویج
عرفانهای کاذب جنس بدلی عرفان حقیقی. به رغم تاییدهای اولیه چهره‌های مذهبی، در سالهای اخیر فعالیت‌های محمد علی طاهری و مجموعه‌های وابسته به او محدود شده است. ابتدا مؤسسه فرهنگی و هنری عرفان کیهانی طاهری تعطیل و کمی بعد از کلاس‌های آموزشی او جلوگیری شد. اردیبهشت سال گذشته هم محمد علی طاهری از سوی بخش اطلاعات سپاه بازداشت و پس از 2 ماه با سپردن وثیقه از زندان آزاد شد. بعد از این بازداشت طاهری فعالیت‌های مجموعه عرفان کیهانی را متوقف کرد و تنها در حوزه فرادرمانگری و طب مکمل فعالیتش را ادامه داد، اما با افزایش فشارها به تازگی در میانه اردیبهشت او بار دیگر بازداشت شده است. بازداشت این فعال طب مکمل در شرایطی صورت گرفته که او به مجموعه ای از اتهامات سیاسی، مذهبی و مالی متهم شده است. مواردی چون براندازی و اقدام علیه امنیت کشور، رهبری فرقه‌های منحرف، توهین به مقدسات و توهین به پیامبر و ائمه شیعه. برخی از نزدیکان محمد علی طاهری هر گونه اتهام سیاسی به او را تکذیب می‌کنند. اتهاماتی هستش که به آقای طاهری وارد شده اما هرگز ثابت نشده و در واقع این جمعیت اصلا یک جمعیت سیاسی به هیچ وجه نیست. همه انتقاد مذهبی ها از او از یک فایل صوتی شروع شد، فایلی که ظاهراً طاهری در آن به قرآن شک‌هایی وارد می‌داند. در موضوعاتی که تو قرآن به نظر من مطرح است که تناقض تو خود قرآن به وجود میاره، نه کار ما ربطی ما نداره. مسئله همینه. به رغم این فایل صوتی نزدیکان طاهریان را توطئه‌ای برای ضربه زدن به وی می‌دانند. سرتای صحبت بریدن و اگر که مجموع اون صحبت‌ها که نیازی هم نیستش که خیلی هم بگردن در بسیاری از مجلات به چاپ رسیده و کتب زیادی هم به چاپ در این رابطه و مبنی بر اینکه تمام آموزه‌های آقای طاهری بر اساس آموزه‌های ادیان الهی هست و هیچگونه تناقضی رو ایشون ارائه ندادن. به عقیده پیروان طاهری او فردی مذهبی است و اتهام توهین به مقدسات به او نمی‌چسبد. شاید به همین دلیل است که از آن را با صدای محمد علی طاهری می‌توانید در سایت او بشنوید. اشهد ان محمد رسول الله. بازداشت این فعال طب مکمل با بازداشت برخی از افراد مرتبط با اسفندیار رحیم مشایی که به رمالی و غیبگویی می‌پرداختند همزمان شده است. با این حال نزدیکان محمد علی طاهری هر گونه ارتباط بین این دو بازداشت‌ها را تکذیب می‌کنند. خیر، سابقه برخوردها با این مجموعه به سالها پیش برمیگرده و اصولاً حوزه فعالیت ما نیز کاملا متفاوته. نهادهای امنیتی و سپاه در برخورد با محمد علی طاهری و فعالان طب مکمل میگویند که آنها فعالیت علیه مقدسات انجام دادند. با این حال فعالان فرادرمانگر تاکید دارند بازداشت و برخوردهای حکومت دلایل دیگری دارد. نظام نسبت به هر گونه محبوبیتی نگاه امنیتی پیدا میکنه و استقبال چند میلیونی از این جریان بهانه خوبی به سیستم امنیتی داده. این کاشف‌کنی‌های مافیای دارو و مواد مخدر هست که با طب‌های مکمل در واقع مخالفت دارند. روزهای اخیر جمعی از فعالان فرادرمانگر و دستاندرکاران طب مکمل در ایران در نامه‌ای به دبیر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برخوردها با محمد علی طاهری و سایر دستاندرکاران این عرصه را محکوم کردند و از نهادهای بین‌المللی درخواست کمک کردند. آرش سیگارچی، صدای آمریکا، واشنگتن دی سی. بیننده برنامه روی خط هستید که درباره طب مکمل صحبت می‌کنیم و برخوردهایی که اخیراً با گروه‌های فرادرمانگر یا اعضای مجموعه کیهان عرفان کیهانی شده. بیننده‌های زیاد رو خط اومدن، ما فرصت نداشتیم که نظر همشون رو بشنویم. اگر می‌خواید نظر بدید همچنان رو وبلاگ ما میتونید نظر بدید. روی خط.blogspot.com آدرس وبلاگ روی خط هست که نظرتون رو بگذارید. هرچند در طول برنامه دیگه وقت نداریم که همه نظرات رو بخونیم، اما حتما بینندگان دیگر میتونن به این نظرها دسترسی داشته باشن در وبلاگ برنامه روی خط که همکارانم آدرسش رو گذاشتن. خب بذارید با بحث و با آقای مهدی آقازمانی پژوهشگر مسائل اجتماعی از لس آنجلس جمع‌بندی کنیم. جناب آقازمانی،
در روزهای اخیر بارها دیدیم که رسانه‌های دولتی و مشخصا حتی صدا و سیما برخورد با این گروه‌های فرادرمانی رو وصل میکنه به گروه‌های شیطان پرستی، گروه‌های فعال در مورد جنگیری و این چیزها، در حالی که اعضای این مجموعه‌ها این اتهامات رو رد میکنن. این اتهام زنی برای چیه؟ اجازه بدید من یه تعریف کلی عرض کنم خدمتتون. اساساً در تمام جوامع ایدئولوژیک که حکومت‌های بنیانگرا حاکم هستند و جامعه رو اداره می‌کنند، این حکومت‌ها نیاز دارند برای بقای خودشون به آبشخور جهل اجتماعی، و تا زمانی که این آبشخور در اختیارشون قرار داره میتونن از اون نهایت بهره رو ببرند و کار رو به سمت و سوی که می‌خواهند هدایت کنند. اونچه که در مورد رمالی و غیبگویی گفته میشه، حتی اونهایی که در مورد دولت آقای احمدی نژاد، آقای مشایخ گفته میشه، به نظر من تمامش اتهاماتی است از همین دست. در خصوص عرفان حلقه به صورت قطعی میتونم بهتون بگم که اینها نیست. ببینید من بعضی از اینها رو میشناسم، میدونم، دیدمشون، آگاهی دارم. آدم‌هایی هستن روشنفکر، آگاه، عاقل، بر مبنای ارتباط بیواسطه با آفریدگار، بر همون مبنای اون نگاه کلنگره که دارن جامعه خودشون رو اداره میکنن و عرفان خودشون رو پیش میبرن. این نکته رو عرض کردم که بهتون بگم اون چی که اینها گفته میشه از این جانب و از این زاویه بیشتر به این دلیل هست که میخواهند با یک جور پروژه بدنامسازی این ماجرا رو جمع کنن و اون دوستانی رو هم که محبوبیتی در دلشون ایجاد شده اونها رو متاسفانه از این محبوبیت محروم کنن. اجازه بدید تو دقایق پایانی که با شما هستیم بپردازیم باز به دلایل برخورد. ببینید به هر حال مسئله بوده که پیش از این برخورد نمی شده و الان حکومت از همه ابزاراش داره استفاده میکنه، چه رسانه‌هاش، چه مثلا منابع نزدیک به سپاه پاسداران، به منابع اطلاعاتیش مثل حفاظت اطلاعات سپاه و سایر نهادها دارن این هزینه رو میکنن برای برخورد با چنین گروه‌هایی. چه خطری این گروه‌ها دارن که اینقدر حکومت ایران داره هزینه میکنه برای برخورد با اینها؟ حقیقت ماجرا اینجاست که این گروه‌ها به فطره خودشون خطرناک نیستن. هیچ گروهی که در حوزه فرهنگ و عرفان و فلسفه کار میکنه، در حوزه اندیشه کار میکنه، خطرناک نیست. این نگاهی است که من به خودم دارم که از اونها احساس خطر میکنم. نقاط ضعف من است که اونها اگر رشد کنن، اگر شکل بگیرن و اگر تحکیم بشه پایگاه های فکریشون، برای من ایجاد خطر میکنه. البته نکته رو عرض کنم، شاید آقایون دارن فکر میکنن که محمد علی باب دیگری در راه است. البته من این رو نمیبینم در آقای استاد طاهری، ولی شاید این فکر رو پیش خودشون میکنن. از طرف دیگه اونچه که به عنوان زیرساخت فکری جامعه در 3 دهه اخیر جمهوری اسلامی تلاش کرده اون رو به سمت سوی جلو پیش ببره، یک جور جامعه مقلد اسلامی شیعه است. قرائت‌های دیگه اگر بخواد در اون قرار بگیره نمیتواند مورد محبوبیت قرار بگیره. میگن شما در این مدت دیدی داره کلیسایی ترمیم بشه، اجازه بدن کنشتی ساخته بشه، به بهایی ها که واقعا در مضیقه و فشار هستن توی جامعه ایران و سایر گروه های فکری و حتی همین دراویش گنابادی محترم که من بهشون اشاره کردم. فرادرمانگران هم همینن. ببینید این نکته دیگر هم من بهتون اشاره کنم. میایم یک کسی رو که علم پزشکی قاصر از این که او رو شفا بده، او رو بهبود ببخشه، تو فرادرمانگری شفا میدن. ما فکر میکنیم شفا دادن معجزه کردنه، در حالی که اینطور نیست. بعد هم میگیم آقا این آقا معجزه کرد، جا گذاشت جای پای ائمه و نمیدونم پیامبران و اینها، پس این آدم کلاهبردار و دروغگو و دغلی است، در حالی که واقعا اینطور نیست. حقیقت ماجرا اینجاست که فرادرمانگری یا گروه‌های عرفانی یا همین تفکراتی که به نوعی مخالف قرائت رسمی جامعه هستند، هر کدومشون صاحب جایگاه و فکری هستند که اگر مورد توجه قرار بگیرن، مورد احترام قرار بگیرن، میتونن باعث رشد و پیشرفت جامعه فکری کشورمون بشن. جناب مهدی آقازمانی، از شما تشکر میکنم که در برنامه حاضر شدید و به سوالات من پاسخ دادید و از اینکه همراه ما بودید از شما تشکر میکنم. من هم از شما سپاسگزارم. خب بینندگان عزیز، برای اینکه نگاهی هم بندازیم به نظراتی که شما عزیزان برای ما از طریق ایمیل، وبلاگ و فیسبوک فرستادید، تا چند لحظه دیگه همکارم ماندانا تدریان اینجا خواهد بود تا نگاهی داشته باشه به نظرات شما.
خب نظرهای شما با ماندانا تدین. سلام ماندانا. سلام بر تو آرش، خسته نباشی. اگه بخوایم یه در واقع خلاصه بندی بکنیم چون خیلی نظرها زیاد بوده، خیلی از کسانی که نظر دادن با این تب آشنا هستن، از استاد طاهری خیلی تعریف کردن، از اون به عنوان نابغه نام بردن و خیلی هم تجربه داشتن از طریق اینکه درمان شدن از راه این تب. اول می‌خواستم به کسانی که در مورد این تب نظر دادن یه نگاه به نظراتشون داشته باشیم. آرش توی وبلاگ روی خط نوشته که فرادرمانی به عنوان شاخه‌ای از طب مکمل ایرانی سال‌هاست که در ایران شناخته شده و بیماران متعددی ضمن بهره مندی از اون نتایج مثبتی دیدن. دستاندرکاران این مجموعه تنها به قصد خیر، کمک به هم نوع و ارتقاء آگاهی جامعه وقت و توان خود رو در اختیار مردم قرار دادن. و در ادامه نوشته که حال در پاسخ به این خدمت به جای قدردانی، دولت ایران استاد محمد علی طاهری و دیگر مربیان دلسوز و زحمتکش اون رو به اتهام‌های واهی و بی‌اساس بازداشت کرده. آوا توی وبلاگ روی خط نوشته که سخن درباره درستی یا نادرستی این طب نیست، سخن سر این هست که هر کسی که به جمهوری ولایت فقیه سودی نرسونه با اون برخورد خواهند کرد. به نظر من اینها باید آزادی داشته باشن و آزادانه به کارشون ادامه بدن. سعید گفته که باید به مسئله درمان بیماران از دریچه علم روز نگاه کرد و شیوه های معالجه در چارچوب قواعد و اصول ثابت شده پزشکی انجام بگیره. حتی لازمه بهره‌گیری از روش‌های مانند انرژی درمانی، متافیزیک و طب گیاهی که در نگاه اول بی خطر به نظر میرسن، آگاه بودن به عوارض جانبی اون مهم هست، چون هیچ روشی درمانی فاقد زیان‌های جانبی نیست. از ایمیل هایی که داشتیم در این مورد، ایمیل اولمون از دکتر محمد از سوریه هست. ایشون نوشتن اگر منظور از طب مکمل درمان‌هایی مثل هومیوپاتی و هیپوتراپی باشه، در حیطه طب و پزشکی یک امر معقول و پذیرفته شده است و تحقیقات کلینیکی و آزمایشگاهی در موردش انجام شده و از نظر آماری و کلینیکی نمیشه ارزش اون رو نادیده گرفت. آرش نوشته که در سطح شخصی و غیر سیاسی اقلیتی به کاربرد این نوع به اعتقاد دارن که نظرشون هم قابل احترام هست، ولی گفته که از بعد سیاسی علت توسل به اون بحران ایدئولوژیک، افت شدید پشتیبانی مردمی، کاهش شدید ایمان مذهبی و اعتماد به نفس باعث ارائه نسخه‌های جدید مبتنی بر اون شده، مثل مکتب ایرانی، متافیزیک سیاسی، افراد عقیدتی که بر سردرگمی سران قدرت دامن زده و به جای درک واقعیت مطالبات مردمی اون رو به هیچ نمی‌نگرند و از عالم ارواح راه حل می‌طلبند. و ایمیل دیگری داریم از پوریا از رشت. پوریا نوشته که عرفان حلقه یک مجموعه صرفاً عرفانیه و به خودشناسی و خداشناسی میپردازه. فرادرمانی بخشی از تعلیمات استاد طاهری هست که بر مبنای تئوری اشتراک و ارتباط میان شعور جزء با شعور کل مطرح میشه و طی این روند درمان صورت میگیره. این مجموعه سیاسی نیست و کلیه اتهامات مطرح شده به این مجموعه کذب محض است. ولی همین چند دقیقه پیش ایمیل برای من اومد از محمد رضا از تهران که یک دید منفی داشت به این طب که یکی از تنها ایمیل هایی بود با این محتوا. محمد رضا نوشته که در ایران طب مکمل قانونمند نیست و اغلب افراد درمانگر به طور خودسرانه از این نوع طب و سادگی مردم مخصوصا خانم ها سوء استفاده میکنن، در حالی که اغلب اونها فاقد هر گونه انرژی برای درمان هستند. این نظر محمد رضا بودش. ولی خب من نمیدونم، خیلی از کسانی که تجربه داشتن و ایمیل کردن به ما یا نظرشون رو گفتن که در واقع موثر بوده این طب. خیلی زیاد بودن. مثلا علیرضا تبریزی گفته که 5 ساله که با این طب آشنا شده، فکر می‌کنم خودشون پزشک هستن، چون گفتن که روی بیش از 100 بیمار اون رو امتحان کردن و کاراییش براشون به اثبات رسیده. سارا گفته که 3 سال هست که از این طب استفاده میکنه و بارها شاهد نتایج خارق‌العاده اون بر بیماران جسمی و روحی و بر زندگی خودش بوده. مهدی رضا گفته که خودش و تمام دوستاش پس از سالها عذاب که علم پزشکی نتونست اونها رو درمان کنه، از طریق طب مکمل درمان شدن و اون هم هزینه‌اش خیلی کم بوده و گفته که از آقای طاهری متشکریم. سمیرا نوشته که 2 سال هست که با این طب مکمل و عرفان حلقه آشنا شدم و شهادت میدم که به جز عشق چیزی ندیدم. مهدی نوشته که بعد از آشنایی مقدماتی با این طب فهمیدم که حداقل فرادرمانی خرافه، تلقین یا چیزی شبیه به این نیست. کاملا در بدن و جسم من اثر گذاشته. خودم هم باور نداشتم که چنین چیزی امکانش باشه، ولی شد. و خلاصه این هم البته بخشی از نظرها بود، ولی خیلی ها بودن که گفتن
گرفتن این تب رو استفاده کردن و اثر مثبت داشته. ممنونم که نظراتو خوندی. البته اگر نظر منفی مثل اون بیننده‌ای که داشت ای کاش بیشتر بود که میتونستیم باز مطرح کنیم، ولی برای من جالب بود که بسیاری از کسانی که با ما هم تلفنی تماس گرفتن و هم از طریق ایمیل و اینها با شما تماس گرفتن تقریبا بنایی با این برخورد مخالف بودن. به هر حال سعی کردیم نظرات مختلف رو داشته باشیم که هرچند البته نظرات بیشتر موافق بود، اما به هر حال باز اون توضیحی که وسطای برنامه دادم خدمتتون یادآوری کنم که هدف ما حمایت از هیچ گروهی یا سازمانی نیست. در حقیقت ما فقط می‌خوایم نگاهی داشته باشیم به آنچه در ایران میفته و وقایعی که وجود داره. اما اجازه بدید که موضوع برنامه روی خط فردا شب رو خدمتتون اعلام کنم. موضوع برنامه فردا شب فردا شب که برنامه نداریم، شنبه برنامه روی خط به برنامه ورزشی اختصاص داره. اگه به خاطر داشته باشید هفته پیش علی عمادی و مهمانانش به بخشی از مشکلات و چالش‌های پیش روی بخش خصوصی در ورزش ایران در مقایسه با باشگاهداری خصوصی در آمریکا پرداخت که به دلیل اهمیت این موضوع و استقبال شما شنبه نیز علی عمادی کارشناس ورزشی تلویزیون صدای آمریکا با مهمانان برنامه از نظر دیگر به این موضوع خواهد پرداخت. اگر در رابطه با خصوصی سازی باشگاه‌های ورزشی در ایران نظری دارید حتما با پیامگیر برنامه روی خط تماس بگیرید. 201 202 205 9942 برای شماره کد 92 رو بزنید. ماندانا راههای دیگر تماس میده. حتما آرش یکی از راه‌ها برای تماس با ما فیسبوک برنامه روی خط هست. آدرس ما facebook.com خط ماورب VOA تاک هستش. اونجا موضوعات رو هر روز می‌ذاریم و میتونید بیاین نظر بدین. راه دیگر وبلاگ برنامه ما هست روی خط.blogspot.com و ایمیل هم میتونید بفرستید با آدرس روی خط @voanews.com. منتظر نظرات شما هستیم. سپاسگزارم ازت. ممنونم از شما بینندگان عزیز که با ما همراه بودید. تا فرصتی بعد، خدا نگهدار. سلام. آدم نمیدونه قصه خودشو بخوره یا قصه رئیس صندوق بین‌المللی پول رو که در نیویورک ماجرا برش پیش اومده و یک دختر خدمتکار هتل از او که در همون هتل در اتاق شبیه $3000 اقامت داشته شکایت کرده و قانون یخه آقای دومینیک استراوس خان، البته کان میگم منم اون خانه دیگه، رو گرفته و دارن دادگاه کشی. حکومت قانون و دموکراسی خوبیش اینه دیگه. حالا هر کی میخوای باش، هر عنوانی داشته باش، هر چقدر پول میخوای داشته باش، وقتی که قراره به حقوق کسی میخواستی تجاوز کنی یا متهم هستی، البته قانون تا روشن شدن موضوع به یقتو میگیره و اگرم روشن شد و خدایی نکرده محکوم شدی، اون وقت به جای اینکه 1 سال دیگه رئیس جمهور فرانسه بشی 5 سال تا 25 سال در زندانهای نیویورک باید اقامت داشته باشی. اما اون چی که در مملکت خودمون اتفاق میفته این هستش که دارن با اغتشاشگرها مبارزه میکنن که اینا یه وقت بی خود زیادی اغتشاش نکنن و اومدن صحنه‌های ساختگی درست کردن مثل تعزیه است. منتها اینجا اونا اغتشاشگرن، اینا بسیجیان، هر دوم همشون البته بسیجیان یه نقش اونا رو بازی میکنن که میخوان اقدام به شبیه سازی درگیری خیابانی. در این مانور عده‌ای در نقش اغتشاشگر به سمت نیروهای یگان ویژه بسیج سنگ پرتاب کردند، نمایشی و تمرینی البته، و یگان ویژه بسیج با اقدامات غافلگیرانه تمامی عوامل را پراکنده کرد. تمام اغتشاشگران رو که نقش اغتشاشگر بازی می‌کردن رو این نیروهای بسیج پراکنده می‌کنن. و اون وقت در پایان خبر که این نیروهای ویژه اینجوری زدن در بسیجا زدن و اون اغتشاشگرا رو در بداغون کردن و اینا، در جریان این مانور تعداد از نیروهای بسیجی زخمی شدن. سعدی میگه شد غلامی که آبجو آرد، آبجو آمد و غلام ببر. ببینین اینا در نمایششون هم با اینکه خب اون یکی هم خودشون بودند حق به حقدار میرسه و بسیجی ها زخمی میشن. البته من به زخمی شدنشون راضی نیستم، ولی این شبیه سازی و این نمایش خودش گویای حقانیت به هر حال اون دسته‌ای که بگذاریم تا هفته آینده با همه غم‌هایی که دارید و داریم براتون روز و شب‌های در حد امکان خوشی آرزو می‌کنم.